السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز خوب که هستین انشالله؟ سلامت باشید. بفرمایید برادر گرامی. استاد عزیز یه موضوعی که ذهن منو خیلی مغشوش کرده، میخواستم باهاتون یه مشوره کنم ببینم نظر شما چیست. اینه که ما در ایران زندگی میکنیم. بله. بعد ما اینجا نماز جماعت نداریم، بعد مسجد نداریم، تعلیم و تعلم نداریم، بعد فرزندانمون اینا اونجوری که میخوایم تو جامعه رشد خوبی نمیکنن. ما که الان اهل افغانستانیم، یعنی حکم ما چیست؟ یعنی باید وظیفه ما نیست که ما باید برگردیم به کشور خودمون وقتی استقلال داریم، آزادی دینی داریم. گفتم ببینم نظر شما چیه. خیلی ذهن منو خراب کرده. اصلا استقلال نداریم، نه مسجد داریم، نه جماعت داریم، نه آزادی دینی داریم. بعضی انگام حتی توهین میشه به دین ما. درست باشه، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. در این مورد صحبت میکنم. زنده باشید. تشکر از شما. ببینید، اصل هجرت برای یک مسلمان به خاطر حفظ دین است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله فمن كانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة ینکحها فهجرته الى ما هاجر الیه. هجرت برای الله و رسول است. کسی که نیتش هجرت برای الله و رسول باشه ثواب هجرت الله و رسول رو میگیره. کسی که نیتش به خاطر به دست آوردن مال، به خاطر ازدواج با زنی بخواد هجرت بکنه، فهجرتش به طرف همون چیزی است که هجرت کرده، یعنی در نزد الله اجر و پاداشی نداره. حاصل هجرت به خاطر این است. مردم افغانستان به خاطر جنگ، به خاطر تجاوز شوروی یا به خاطر تجاوز ناتو و آمریکا مجبور شدن که از شهر و دیارشان مهاجرت بکنن و امروز که این سبب برطرف شده است، نیاز نیست که مردم ما در ایران یا در پاکستان یا در کشورهای دیگه به عنوان مهاجر در اونجا باشن. مهاجر محسوب نمیشن. باور کنید همان زحمتی رو که طرف در ایران میکشه، تحقیر میشه، توهین میشه، افغانی آشغال، نمیدونم افغانی فلان، 1001 فوش و ناسزا هم میشنوه. من نمیگم همه ملت شریف ایران اینطوری برخورد میکنن، عده‌ای هستن که اینطوری برخورد میکنن. پس چه نیازی است که شما در اونجا باشید؟ شما زحمتی رو که اونجا میکشید شاید در وطنتون به اون اندازه پول به دست نیارید، اما حداقل با عزت و با وقار و با شخصیت زندگی میکنید. کسی دیگه به شما نمیگه که بالای چشمت ابروست. با حقارت، با ذلت زندگی کردن در یک جا شرعاً جایز نیست، چون مسلمان باید عزیز باشد، با عزت باشد، ذلت رو قبول نکند. حتی علما میگن اگر در جایی به تو ظلم میشد، اولا سعی کن در مقابل ظالم بایستی، استطاعتشو داری، نداری اونجا رو ترک بکن. چرا؟ چون اسلام نمیخواد که شما ذلیل باشید، خوار باشید. به خاطر همین شاید بعضی از دوستان بگن که حالا شما از حال مهاجرین خبر ندارید. نه خیر، خبر داریم. ما در بین مهاجرین زندگی کردیم، هم در ایران هم در پاکستان، و از نزدیک خبر داریم وضعیتشون رو. اما امروز زندگی کردن در افغانستان، در کشور خودتون، در ولایت و قریه و ده خودتان، والله از زندگی کردن در اسلام آباد و تهران بهتر است. الا اگر کسی مثلا در کشور دیگری زندگی میکنه، تجارتی داره، بزنسی داره، تابعیتی داره، پاسپورتی داره، یک سری به اصطلاح تعلقاتی داره به اونجا، نمیتونه که اونا رو از دست بده، این مسئلهش جداست. اما طرف در ایران زندگی میکنه، کودکانش رو میفرسته به مدارس ابتدایی یا راهنمایی و دبیرستان، در اونجا فردا یک شیعه به بار میاد، تعلیم دین نیست، مسجد اهل سنت نیست، تعلیم قرآن نیست، و اینها مسئولیت های پدر و مادر است که قبل از همه چیز
قبل از دنیا و ما فیها انسان در مورد آخرتش باید فکر بکنه، در مورد آخرت فرزندانش باید فکر بکنه. من کسی رو میشناسم که 2 کلاس در مدرسه های ایرانی درس خونده، اونم در ابتدایی، یک شیعه زده به تمام عیار، چون اونها از کلاس اول همون اعتقادات باطلشون رو به کودکان یاد میدن. در کشورهای دیگه 4 تا شیعه باشه توی شهری براش مسجد میسازه، ایران حسینیه میسازه، درخواست به اصطلاح تعلیم ویژه برای شیعیان و 1001 حقوق برای اونها. اما برای اهل سنت در تهران یک مسجدی رو اجازه نمیدن که بسازن. چرا؟ و به خاطر همین دوست عزیز، برادر گرامی، مادامی که آینده فرزندانتون در خطر است، رها بکنید اون کشور رو، برید به کشور دیگری، برید به افغانستان. حداقل هجرت میکنید، مجبور هستید برید به کشور دیگه، برید به کشوری که لااقل بتونید حداقل تعلیم و تربیت فرزندانتون رو حفظ بکنید. باور کنید امروز مهاجر بودن در بریتانیا، در فرانسه، در آمریکا و کانادا بهتر از مهاجر بودن در تهران هست، در ایران هست. چرا؟ چون حداقل در این کشورهایی که ذکر کردم یک مدرسه حفظ قرآن، یک مدارس اهل سنتی وجود داره که میتونی فرزندتو در اونجا بگذاری، اما در اونجا نه.